سلام به همه شما همراهان همیشگی بحثای سیاسی و موشکافانه. آقا ولول بازاریه تو این نظام، یعنی تا یکی یه حرف میزنه و تقی به توقی میخوره آخوندا میفتن به جونم. اخیراً وزیر خارجه آمریکا حرفی زده که آخوندا رو حسابی گیج و بیج کرده. منتظر عملی شدن وعده رئیس جمهور ایران درباره مسائل منطقه هستیم. منتظر هستیم تا ایران آمادگی خود را برای توقف اقدامات خود نشان دهد. جان کری همچنین در سخنانی متناقض خواستار تحقق برجام دیگری در مسائل منطقه شد. البته تاکید کرد بعد آسوده شدن خیالمان از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دنبال تغییر رفتار ایران در منطقه هستیم. اینجاست که بسیجی زوار در رفته به ناگهان هنگ میکنن و با خودشون میگن چی گفت؟ وعده؟ کدوم وعده؟ نکنه این شیخ فری جز جیگر زده رفته بدون اجازه عظما قولی چیزی داده بهشون. تغییر رفتار و برجامای بعدی و دیگه چی؟ سردار جزایری خاطر نشان کرد به رغم مواضع صریح رهبری معظم و خواست خدش ناپذیر ملت ایران، آمریکایی ها همچنان در رؤیای سریال برجام ها هستند. بله دیگه، این سرتشتک پاسدار حرفای جان کری رو میذاره کنار حرفای شیخ فری درباره سریال برجام ها، بعد با خودش میگه مگه همه مذاکرات زیر نظر عظما نبود؟ پس جریان چیه؟ آخه جماعت مشنگ، درسته عظما واسه روحیه دادن به شما جلوتون قیافه ضد برجامی میگیره، ولی همچین بیخبرم نیست، منتها جون و جریقی واسش باقی نمونده. معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم برخورد قاطع و شفاف با دخالت آمریکایی ها در مسائل کشور به ویژه در حوزه دفاعی گفت از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می رود در قبال گستاخی های آمریکا به ویژه وزیر امور خارجه این کشور به موقع و قاطعانه واکنش نشان دهد. چرا وعده سرخرمن میدی؟ خب واکنش نشون بده دیگه، اصلا بگو خود عظما بگه و سلام نامه تمام. بابا من که گفتم این ولی فقی دیگه ولی فقی بهشون نیست، تو برجام یکم کلی آرت و پورت کرد، ولی چی شد؟ نه که دلش زهر بخواد، ولی بدبختو به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشه. اصلا دعوای شیخ فری هم باهاش همینه، فقط به جفتشون باید گفت که این تب دیگه از اون تباست، یعنی از درجه 1 به 2 نرسیده، حسابتون با انبار باروته و سلام.